خبرگزاری‌ها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 21 نوامبر است و نخست میبینیم که در برنامه کدام موضوع را داریم. از مسائل اقتصادی تا امنیتی، امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین در مسکو ملاقات کرد. اقلاً به یک خلطه ارد رسد. تاجیکستان حجم کمک به اویله‌های نادار را زیاد میکند. همین کمک پولیمو کمتر زیادتر شود که ما در همین زندگی مثال صرف کنیم یکم چی گرفته کنیم. اقلا نه خلطه ارد شود. و بنا به گزارش‌های اسرائیل و گروه حماس با میانروی آمریکا به امضای سازش نزدیک شدند که طبق آن گروگان‌های اسرائیل رها کرده می‌شوند. آمریکا و اسرائیل میگویند هیچ چنین سازشی حاصل نشده است. چند لحظه پیش در مسکو ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت روسیه صورت گرفت. امام علی رحمان در شروع واخوری گفت که همکاری‌های تجارتی و اقتصادی رشد می‌کنند و امیدوار است توسعه بیشتر می‌یابند. ولادیمیر پوتین ذکر نمود مسکو شریک اساسی تجارتی و اقتصادی دوشنبه بوده، از روی حجم معاملات مال در جای اول است. ولادیمیر پوتین در این ملاقات گفته است که نقش مهاجران تاجیک در رشد هم اقتصادی روسیه و هم تاجیکستان بسیار بزرگ است و به قول او مقامات روسیه تلاش میکنند که مهاجران تاجیک در شرایط بهتر کار کنند. برعکس گفته مهاجران تاجیک که از دست مقامات انتظامی روسیه پیوسته رنج میکشند. پوتین که بعد جنگ در اوکراین در انزوای بین‌المللی قرار گرفته است، بیشتر به شریکان پیشینه‌اش به مثل تاجیکستان رو آورده است. با موضوع کار مهاجران در روسیه در دوام برنامه باز برمیگردیم و از آن میگوییم که حکومت تاجیکستان دوام 2 سال آینده حجم کمک‌های اجتماعی را برای خانواده‌های کم بضاعت بیشتر می‌کند. فیضی قورزاده وزیر مالیه 15 نوامبر در مجلس نمایندگان گفت قراری حکومت در این باره قبول شده است و افزایش حجم کمک‌ها تا سال 2025 ادامه می‌یابد. بر علاوه این اکنون فرزندان عائله‌های کم بضاعت از حکومت جداگانه کمک مالی میگیرند. با وجود زیادشوی یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار، کارشناسان حجم کمک‌ها را ناچیز می‌دانند. مراجعه به صوفی و شهلای عبدالله با جزئیات بیشتر. حنیفه نبیه با 4 کلینش در این حوله زندگی می‌کنند. پسرانش در روسیه مهاجرند و امکانی خرید خانه علاهیده را ندارند. این عائله در محله حضرت مولانا ناحیه شاه منصور 3 سال باز از دولت کمک می‌گیرند. یاری دولت سالانه 540 سومانی یا تقریباً $50 را تشکیل می‌دهد. یک سبب زندگیمون میشه هیچ چم نشد پلیس بیاد مون نمیشه این همین خرمه بیام امگردین مایده چایده میگیرم. خبر وقت میشه که یگم جو میرم امگردین قرض میگیرم. دیگه این خانواده به ندرت گوشت می‌بیند، مثل صدها خانواده نادار در تاجیکستان که امیدشان به کمک دولت است. بر اساس برنامه مقامات دوام 2 سال آینده حجم یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار زیاد می شود. فعلا هر عائله کم بضاعت در تاجیکستان سالانه از دولت 544 سومانی کمک می گیرند. تا آخر سال یاری دولت تا 612 سومانی زیاد می شود. سال 2024 حجم کمک اجتماعی تا 680 و سال 2025 به 748 سومانی خواهد رسید. یعنی بر اساس قرار حکومت دوام 2 سال آینده مقدار کمک‌های دولتی به هر عائله بیش از 200 سومانی یا تقریباً $20 آمریکایی زیاد خواهد شد. تغییرات دیگر این است که سر از امسال دولت به فرزندان تا 16 ساله از عائله‌های کم بضاعت علاهیده کمک می‌رساند. به هر فرزند عائله نادار امسال 17 سومانی، سال 2024 68 سومانی و از سال 2025 136 سومانی می‌دهند. مقامات گفتند از هر عائله نادار تنها تا 3 فرزند نابالغ حق گرفتن چنین یاری را دارند. به گفته این مسئول بخش حفظ اجتماعی، یاری‌های دولت تنها به این گروه شخصان می‌رسند. این شخصانی هستند که آنها حقیقتاً برای عائله کم بضاعت بودنشان حجت سپردند و در برنامه کامپیوتری اسیست نام دارد برنامه ما و ثبت کردیده است و این کمک پولی برای 1 سال معین شده است. کمک پولی عنوان اجتماعی این نفقه نیست که تمام عمر با شما پرداخت کرده شد. کمک پولی عنوان اجتماعی به خاطر اصلا وضع کم بضاعتی کمی دستگیری کردن عائله کم بضاعت است و برای 1 سال معین کرده میشه. سال آینده شهروند ضرورتش است که باز از نو عریضه پیش نهد.
به گفته مقامات 22 از 5% اهالی در تاجیکستان کمبیزات هستند، اما طبق آمارهای رسمی فعلا زیاده از 222,000 عائله در تاجیکستان یا تنها 2 از 2% اهالی همچون کمبیزات ثبت شدند و از دولت یاری میگیرند. امسال از بودجه کشور برای یاری به چنین خانواده ها 154 میلیون سومانی جدا شده است. بعضی تحلیلگران یاری‌های دولت به خانواده‌های نادار را ناکافی می‌دانند. مواد اوزوقاوری نهایت نرخ گران است. خالتای ارد فرض کنیم گران است. فرض کنیم نرخ روغنی چی پختگی باشد چی افتوپرست باشد اون قیمت است. شاید اونها با هوا نفس کشند سیر شوند. هرچند کمک دولت چندان زیاد نیست، اما خانواده‌های مثل عائله حنیفه نبیه چشم به راه آن هستند. خواهش دارم که همیشه که همین کمک پولیمو کم تر ترک شود که ما در همین زندگی میتونیم طرف کنیم یکم چی گرفته کنیم. اقلا نه خالتا ارد شود، یا خالتا ارد ببینید چند پله ارد است. اقلا نه خالتا ارد شود. مراجع به صوفی گزارش میداد و برنامه را ادامه میدیم. بنا به گزارش‌های نو میان اسرائیل و حماس امکان دارد برای رهایی ده‌ها گروگانی که در فلسطین نگهداری می شود سازش بسته شود. به احتمال زیاد با به دست آمدن این توافق جنگ در نوار غزه موقتا قطع شده امکانی رسانیدن کمک‌ها به مردم آسان خواهد شد. مقامات رسمی امریکا و اسرائیل میگویند هنوز چنین سازشی حاصل نشده است. ادامه در گزارش همکارم سرانگیز نوروزشاه. نشریه واشنگتن پست خبر داده است که اسرائیل و گروه حماس با میانجیگری امریکا به امضای سازش نزدیک شدند که طبق آن بر عوض آتشبس 5 روزه در نوار غزه گروگان‌های اسرائیلی رها کرده می‌شوند. ما هنوز کار را با آخر نرسانده ایم. هنوز سازش حاصل نشده است. من موضوع مسئله‌هایی را که در جریان این مذاکرات بررسی خواهند شد نامبر نمی‌کنم. ما این چیزها را در مظهر عام بررسی نمی‌کنیم. آنها در این مسئله کمی پیشرفت دارند و ما امید داریم که به نزدیکی این کار نهایی می شود و بالاخره آدمان به خانه های خود برمیگردند. جنگ در غزه پس از حمله غافلگیرانه گروه حماس آغاز یافت. در پاسخ اسرائیل تا حال عملیات نظامی در غزه را ادامه می دهد. در حمله حماس 1200 اسرائیلی کشته شده، حدود 220 نفر گروگان گرفته شدند. ما امیدواریم که روزهای نزدیک می توانیم شماری زیادی گروگان‌ها را آزاد کنیم. درباره جزئیات گفته‌شنیدها چیزی گفتن نمی‌خواهم. این مسئله حساس است. هر قدری که ما جزئیات را پنهان نگه داریم، همان قدر شانس توافق بیشتر می شود. اما این کوشش‌ها خیلی جدی‌اند و امید داریم که روزهای نزدیک سازش به دست می آید. در 46 روز جنگ بیش از 13300 فلسطینی جان باختند که اکثر آنها غیر نظامیان و زنان و کودکان بودند. بنا به اطلاع آژانسی کمک به گریزه‌های فلسطینی سازمان ملل متحد، تقریبا 900,000 نفر بی خانمان شده ها هنوز در حدود نوار غزه پناه میبرند. این آمار 6 مرتبه بیشتر از آن بوده است که پیش بینی میشد. سازمان جهانی تندرستی خبر داد که بیمارستان بزرگترین غزه از پرتوهای طبی و سخت پر شده در بیرون بینای آن قبری دست جمعانه پیدا شده است که در آن دستی کم 80 جسد گرانیده شده است. این سازمان یکجا با سازمان ملل متحد اخیراً توانستند 10 کودک نورسید را با موفقیت از بیمارخانه غزه کوچانند. گفت و شنید میان اسرائیل و حماس 6 هفته باز ادامه دارد. تا حال تنها به این موفق شدند که یک قسم کمی کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌های رسانیده شود که زیر آتش جنگ ماندند. دوستان عزیز، طوری وعده دادیم برمیگردیم به موضوع مهاجرت. همه ساله مهاجران تاجیک از حساب زحمتشان در روسیه به تاجیکستان میلیاردها دلار میفرستند. چون این عقیده هم جای دارد که مهاجرت کاری با وجود کمک به خانواده ها و پیشرفت اقتصادی کشورهای مهاجر فرست عائله هایشان را در وطن دستنگر و حتی تنبل کرده است. تا کجا چنین اندیشه درست است؟ در گزارش همکارانمان امیر عیساییف و همکاران دیگرمان میبینیم که در دوشنبه ثبت شده است. قربانعلی اکراموف نفقه‌خور ساکن دوشنبه میگوید که تنها به امید پول پسر مهاجرش نیست و با وجود بازنشستگی باز هم در مکتب میانه درس میدهد. فرزندم رسیده است، کار میکند
سوم روان میکند با ما خودمون کار میکنیم ما یگون چیز تنقیصی نمیکشیم همش نغزه همش سوزه. ولی بیشتر از پرسیده شدگان میگویند که پلهای انتقالی مهاجران خانواده هایشان را بی‌پروا میسازد و پیوندان از پی دریافت کار مناسب نمیشوند. یکی از برادرها در جمهوری قرار دارد، دیگرها باشد در مهاجرت مهنتی و از سببی که برادران دیگر خوب با خانه مبلغ میفرستند، اون برادران خورده باشد یا اینکه خوب برادر میانه کمی به تنبلی رو آورده خوب در خانه می نشینند، وقت خود رو به فایده صرف میکنند. اینا آموخته شدن که همه خیلی که هر ماه که هر وقت که اینا پول میگن که وای روی میکنن اینا آموخته شدن. اگر حرکت کنن خچون برن کار کنن هوادم سبکتر میشوه، پول وای یا چیزی خچون بو میشوه. معاش ناکافی در کشور بیشتر از خانواده ها رو چشم برای پول مهاجران کرده است. مبلغ کافی که راه میکنن سردان اوله زیادتر مردم با خانواده خود وادار میسازد که اوله آنها زندگی خود را پیش برند و این مبلغ شاید برای زندگی آنها قناعت بخش باشد. بنابراین بعضی گفتن ممکن است که بعضی از نفرانی که از اعضای اوله دیگر نمیخوان که با اون مزمینت که چند مراتب کمتر از در وطن خود به این مزمینت قناعتمند باشند. بنابراین این یک دارد پیوستگی که مردم کمی مغامر میشود یا که حوصله کاری خود را گم میکند در وطن خود. البته این جهتی منفی است. مقامات شهر کولوب تلاش دارند دسترسی ساکنان را به آب آشامیدنی بهتر کنند، اما به گفته مقامداران میلیون ها سوم قرضداری از پول آب در این سمت مانع ایجاد میکند. محمود جان رحمتزاده این موضوع را پیگیری کرد. در اینجا حوض آب آشامیدنی برای ساکنان شهر کولوب ساخته می شود. چند سال به این طرف در فصل گرما ساکنان شهر از نارسایی آب شکایت می کنند. مثل این حوض ساختمان 18 تای دیگر در 10 گوشه شهر جریان دارد. هر یک با گنجایشی از 500 تا 6000 مکعب آب. در قسمت دومی آب انبار کارها دوام دارد و ما باوری داریم که آب انبار را با صفت بلند میسپاریم. کارخانه آب و کاریز تلاش دارد با این حوضها نارسایی آب را از بین برد. اما راهبران این اداره میگویند قرض از نپرداختن پول آب در شهر به 25 میلیون سومانی رسیده است. 20 میلیون آن را قرض ساکنان تشکیل میدهد. شخصانی که از امتیازهای دولت برخوردارند قرض آنها در نزد اداره آب افزوده است. باید این قرض را وزارت مالیه پرداخت کند. قرض شخصانی امتیازناک در کارخانه آب و کنزات شهر کولوب به 7.5 میلیون سوم رسیده است. حالا قرض اندازی کارخانه آب و کاریز کولوب به 18 میلیون سومانی رسیده است. در اینجا میگویند در گذشته حساب این قرض را با انداز برابر میکردند. حالا چنین نیست و کارخانه پول انداز را علاهیده میپردازد. اکنون رهبریت کارخانه میخواهد که چنین سیستم دوباره برقرار شود تا قرض شخصان امتیازناک از حساب انداز پوشانیده شود. ما از حساب انداز یا مقدار مبلغ قرض داریم با 18 میلیون رسیده است قریب. من فکر میکنم باشد که حساب برابری شود، پیشنهاد کنند حساب برابری شود. در کولوب سال تا سال اهالی رو به افزایش دارد. مقامات میگویند که از این رو طلبات به آب بیشتر شده است، اما قرض پول آب هم تا رفت بالا می رود. حکومت میگوید اگر ساکنان پول را پوره پرداخت کنند مشکل آب کم خواهد شد و تامینات مردم با آب بهتر اگر مشکل قرض حل شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. و یک خوشخبر کوتاه، دسته منتخب تاجیکستان در دور دومی مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در گروه جی در مهمانی تیم ملی پاکستان را با حساب 6-1 شکست داد. این بازی در ورزشگاه جینای شهر اسلام آباد امروز 21 نوامبر برگزار شد. تفصیلات در سامانه ما. دوستان عزیز، 15 دقیقه در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از یکایک شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه میتونید در وبسایت و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. شما را در برنامه فردا خود منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.